حمایه قانونیت و ترتیبات جمعیتی، یعنی ولایت قانون، رسالت و وظیفه جانی مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی میباشد. اگه بچه‌ها یا 20 سال یا عمر خودم داده، همین هم حقیقته. کنی حقیقت، کنی یا گودینانه کور کنی، چطور است؟ ما کاتینو، همین پاکستان خونده گناهکاره. ولایت قانون، رسالت و وظیفه جانی مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی میباشد. در یک شو هم بچه‌ها کیسان کشتن. بر ایله قبیله ساعت 9 و 10 شو قبیله می‌گیرن بلند همچون دوست افراد می‌کردن. خودش دکتر کار میکرد. بچه چیز خیلی دز نبود. دادرم ای دوشنبه مد زنگ زد که اکا خیلی ملیسا خونه برای که بچه را کشتیم. ولایت قانون، رسالت و وظیفه جانی مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی میباشد. حمزه کنزوده اومد رو وردن یا پیش ما نگاه کردیم یا دستی چاپش تونیم دست شپوری خون رفته سرش با قدرت یولو کو دوبینکا کاتیکو زدگی درومادگی ایده همی سرش بانو میولو درو وردنش محکم کردن برو مادن رفتن 2 ساعت پس لطفلو محمود جامع دولتنا شیراوگان کاتی مظفر میان توشتیمیروف میگه در اوی مکینه توشتیمیروف میبرو راشه توشتیمیروستان اخی گیرچ کدگیان و کلینی موندگیان پریمیرنا 5-10 میلیون خلیل جستوک زدگیان اویا زده استابلن با اخیردن اوز بروما در طرفی روستش ای خفوش خون بسیار و جیگرم کافی دود زده جیگرم کافی دود زد ناروشیکو را توشتیمی رو سر دود وی کد ناروشیکو شد کمیره دا محکم کد 16 سنتیابر هر شاو نمی همزه کنزوده بانون میولو دود میزد جیگرم کافی جیگرم دار کسی پومش وابشه بانون میولو یکم دختر نمیاده اخی بانون میولو پاتسان همونجا کم ورده استا یکم یا بورا خواهم یا دختر بیا سوزی نازی هم خیلی چی خیلی هم یا پرسش چی خیلی سلامتیش خوبه ایده با خیلی ولایت قانون، رسالت و وظیفه جانی مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی میباشد. ولایت قانون، رسالت و وظیفه جانی مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی